ماه میشه با ترکیه آمدیم. بچه ها میگه ما میایم ترکیه کارش همین است که در هر جای کار میکنین دیگه با مشکل پول جمع میکنین دیگه. اینجا با آسانسور پیسه پیدا نمیشه. این به خاطری که کار میکنین پول هست، اگه کار نمیکنین پول نیست. ما امروز آمدم لب ساحل، یعنی یک پیسه جمع کردیم، 5 است، 10 است، یعنی اینجا 50 است، 5 لیره است، 10 لیره است. امروز کار ما دیگه همین است دیگه. با ساحل آمدیم یک چکر دیگه پیسه کمی جمع کردیم که به خاطر که امروز دیگه بیکار بودیم کار نمیکردیم. شما میخوایم بیاید